سلام، امروز اومدیم تو دل طبیعت براتون یه ناسخاتون درست کنیم. برای آماده کردن ناسخاتون و پختن بادمجونا اول باید یه آتیشی رو بپار کنیم. تا آتیشمون زغال بندازه میریم سبزیاشو ریز میکنیم. نعنا، ریحون. البته میتونیم کنار ریحون و نعنا از زولنگ و اناریجم استفاده کنیم. بادمجونامون سیخ میکشیم تا آماده شن. بادمجونامون آماده شده میذاریم رو آتیش. بادمجونامون رو گذاشتیم رو آتیش که بپزه. حواسمون هم باشه که بادمجونمون زیاد نسوزه. بادمجونامون آماده شده میذاریم تا خنک شه. بعد خنک شدن بادمجونامون رو پوست میگیریم. بعد پوست گرفتن بادمجونا میریم که ساتوریش بکنیم. هم میزنیم تا همشون خوب یه دست ساتوری بشه. بعد ریحون و نعنا رو بهش اضافه میکنیم. سیرم به دلخواهه. بعضیا دوست دارن سیر میریزن، بعضیا نمیریزن. نوبت میرسه به آبغوره. آبغورمون رو بهش اضافه میکنیم. انقدر خوب همش میزنیم تا کاملا یک دست بشه. دیگه ناسخاتونمون آماده شده. میریزیم داخل ظرف. ناسخاتون خوشمزه‌مون آماده شده، میریم که تستش کنیم. واقعا خوشمزه شده. برای سفارش این ناسخاتون خوشمزه تو دایرکت منتظرتونم.